أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 76 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 77 را به سمع شما خواهشمندان و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع والسبعون، یعنی درس 77. درس 77 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند، از یاد کرده شوند با تمام نازکی هایشان. صاحب کتاب میگوید زورقون. زورقون به تاجیکی ما و شما به فارسی هم همچنین زورق میگویند و قیق هم میگویمش و یا کشتی خورد، کشتی های میدهی که برای بالای آبها استفاده برده میشوند اون را میگویند زورق یا قیق. جمعش میشود زوارق، زورقها، قیقها. جمع صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید ساحت التزلجی. ساحت التزلجی یعنی میدان لیژرانی. تزلج لیژه کردن رو میگویند. ساحت التزلجی یعنی میدان لیژرانی. بعد از این میگوید طنجرتون. طنجرتون دیگ میسی یا اون کسترول هایی که میگویم دیگ هایی که در خانه برای طعام کردن استفاده میبرند اون را میگویم طنجرتون، دیگ میسی یا کسترول میسی یا کسترول یا دیگ میده باشد. طناجرو. طناجرو این جمعش است، یعنی دیگهای میسی یا دیگهای میده یا کسترول ها. اما اون دیگهای میسی کلانی که در توی ها استفاده میبرند اون را عرب تنجیرونش میگویند. تنجیرون. تنجیرون دیگ کلانی که در توی ها در معرکه های بزرگ در اون طعام میپزند اون را میگم تنجیرون. اما این طنجرتون این اونه که در خانه برای 5-10 نفر طعام میپزی اون را میگن طنجرتون، جمعش طناجرو. اما تنجیرون باشد جمعش طناجیرو میشود. بعد این جیم یک حرف یا میمونه، به این طریق طناجیرو جمعی تنجیرون هست. دیگای کلانی آشپزی برای توی معرکه ها. بعد از این میگوید ساحتون. ساحتون یعنی میدان. ساحه، ساحه مسجد یا ساحه حولی، یعنی حولی میدان مسجد، میدان خانه. بعد از این میگوید ساحاتون، میدان ها. ساحاتون میدان ها. بعدش میگوید هتافون. هتافون آوازی بلند، صدای بلند یا غوغا میگوییم. آوازی بلند و غوغایی که میشود اون را میگویند هتافون، آوازی بلند و صدای بلند. جمعش میشود هتافاتون، آوازهای بلند، صداهای بلند، غوغاها. بعد از این میگوید عاش الاسلام. عاش الاسلام. عاش الاسلام یعنی زنده باد اسلام. عاش الاسلام زنده باد اسلام.
بعدش میگوید این عاشه فعل ماضی است و معنای زنده باد یا زندگی کرد یا پاینده باد، با این طریق ترجمه کرده می شود. اما فعل مضارعش یعیشو می شود. عاش یعیشو، یعیشو پاینده می ماند یا زندگی می کند. عاش به معنای زندگی کردن می آید. پس عاش یعیشو از 22 باب صرفی خوانده امان از باب دویم هست، از باب دویم، از باب ثلاثی مجرد، از باب ضرب یضربو است. اما این اجوف یایی است، به مثل باع یبیعو هست. عاش یعیشو. عاش الاسلامو یعنی زنده باد اسلام. بعد از این میگوید لافتتون. لافتتون پلاکت یا پلاکت میگن اون چیزهایی که می نویسند، ریکلام میکنند برای تشویق و برای این چیزها، اون چیزهایی که می نویسند از هر چیزی که باشد اون را میگن لافتتون، پلاکت. جمعش میشود لافتاتون، پلاکت ها. لافتاتون، پلاکت ها. بعد از این میگوید قامت دولت المسلمین. قامت دولت المسلمین یعنی برپا باد دولت مسلمان ها، یا قامت میشه به معنی پاینده باد، پاینده باد دولت مسلمان ها. پس قام یقومو در درسای گذشته هم چند معناهاش گفته بودیم. پس در اینجا به معنای پاینده باد می آید، یعنی که معناهای گوناگون قطعی میاد وابسته به جمله میفهمیم که اون چی معنا دارد. قامت دولت المسلمین یعنی پاینده باد دولت مسلمان ها یا پابرجا باد دولت مسلمان ها. بعد از این میگوید لیسقط. لیسقط یعنی باید سقوط بکند، باید سقوط بکند، باید بافتد. بعدش میگوید استعمار. استعمار، استعمار یا مستملکه گرداندن یا مستملکه کردن. استعمار کردنی دولت‌های بزرگ، دولت‌های خرد را استعمار میکنن، در زیر تصرفشان میگیرن. اما را میگوین استعمار یا مستعمره ساختن هم بگیم میشود. استعمار را مستعمره ساختن یا استعمار قرار دادن، این طریق ترجمه میشود. بعد از این میگوید امپریالیتون. امپریالیتون یعنی امپریالیزم، امپریالیزم. بعدش میگوید وعلى رأسها. وعلى رأسها. وعلى رأسها یعنی مخصوصا یا بخصوص. وعلى رأسها مخصوصا یا بخصوص ترجمه می شود. اما اگر تحت لفظی ترجمه کنیم و بر بالای سریوی ترجمه می شود، این ترجمه معنی ندارد. اما وعلى رأسها یعنی مخصوصا ترجمه کنیم بهتر و خوبتر است. یا علی رأسها را بخصوص ترجمه کنیم بهتر و خوبتر هست. بعد از این میگوید ملعون. ملعون یعنی لعنتی، لعنت کرده شده. ملعون لعنتی یا لعنت کرده شده. بعدش میگوید نظرن لی. نظرن لی از نگاه به ترجمه می شود یا به سبب ترجمه می شود. نظرن لی به سبب یا زیرا هم ترجمه کنیم در بعضی جاها می شود. اما وابسته به جمله نگاه میکنیم کدام ترجمه موافقت میکند. نظرن لی از نگاه یا به سبب یا زیرا. بعد از این میگوید لده. لده یعنی نزدی. بعد از این یعنی ضمیرها پیوست میشود. لده نزدی، این نقطه را ماندگی است که یعنی بعد این ضمیرها میآید. مثلا یک تیر ضمیرش آورده است لدیه. لدیه در نزدی من. لده نزدی، لدیه نزدی من یا در نزدی من. اگر نزدی تو گفتنی باشه بگیم لدی که در نزدی تو، لدیهی در نزدی وی، لدیها در نزدی وی زن، یعنی بعدش ضمیرها پیوست می شود. ترجمه لدا نزدی ترجمه می شود.
بعد از این میگوید که انتظر. انتظر یعنی که انتظار شد. انتظر ترجمهش انتظار شد. انتظر از 22 باب صرفیه که خوندیم از باب 10 هست یا از باب 11 هست. از باب 11 از باب اجتمع یجتمع اجتماعون هست. انتظر ینتظر انتظار از باب 11 هست، زیرا که اصل کلمه نظره است. الف و تا زیاتی است. الف و تا زیاتی باشد از باب 11 است، از باب اجتماع است. اگر الف و نون زیاتی میشد از باب 10 میشد، از باب انکسره میشد. اما این از باب 11 است، زیرا که الف و تاش زیاتی است. انتظر یعنی انتظار شد، منتظر ماند. پس انتظر. ینتظر فعل مضارعش انتظار می شود، منتظر می ماند. مصدرش می شود انتظارون، انتظار شدن. بعد از این میگوید اترک هذا الامر الی. اترک هذا الامر الی یعنی بگذار این امر را برای من. اترک رها کن، بگذار، ترک کن هذا الامر این کار را، این پیش آمد را، الی برای من، بسوی من. اترک هذا الامر الیت واگذار این امر را برای من. اترک فعل امر است، از ترک یترکو گرفته شده است. از ترک یترکو از باب نصر ینصر است، از یکم بابی ثلاثی مجرد. این اترک فعل امر هست، یعنی ترک کن، واگذار. بعد از این میگوید که عصیدتون. عصیدتون یعنی کدو. عصیده کدو رو میگوین. عصیدتون کدو. جمعش میشود عصائدو، کدوها. عصائدو میشود کدوها. بعدش میگوید عصائدو جمعی صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین رو قبول نمی کند، برای خاطر میگیم عصائدو. بعد از این میگوید عصیدتون باللبنی. عصیدتون باللبنی همون طعامی که ما و شما داریم همون است، یعنی که عصیدتون باللبنی شیر کدو. شیر با کدو یک جا پخته می شود که طرفای ما شیر کدو میگوییم. شاید دیگر نام های دیگر هم ببره، اما همونه که شیر رو با کدو یک جا میپزن همون را نامش عصیدتون باللبن هست، یعنی شیر کدو. بعد از این میگوید تنزه. تنزه یعنی به نزهه برآمد. به نزهه یعنی به تماشا برآمد. تنزه به تماشا برآمد، سیر و گشت برآمد. تنزه. یتنزه فعل مضارعش. پس تنزه از 22 بابی صرفی خوانده همون از باب 13 هست. تنزه یتنزه به مثل تکلم یتکلم. تکلما مصدرش می شود، تنزهن مصدر تنزه می شود. تنزه یعنی به سیر و گشت برآمد، به تماشا برآمد. یتنزه به تماشا می براید، به سیر و گشت می براید. تنزهن به تماشا ببرا، به تماشا به سیر و گشت ببرا، به سیر و گشت برآمدن، به سیر و گشت ببر و تماشا برآمدن مصدر می شود. فعل امرش تنزه، ساکن تنزه یعنی که سیر و گشت ببرا. بعد از این میگوید تنزه فی الزورقی. تنزه فی الزورقی. اینجا فی به معنای بی است. فی به معنای بی است، یعنی تنزه بی زورقی. اما فی زیرا که ما در علم نحو و گراماتیک زبان عربی باب داریم به معنای تقرضش میگوین. باب تقرض یا در علم بلاغه باب تقارضش میگوین. تقارض یک کلمه معنای کلمه دیگر را قرض میگیرد برای خودش. اینجا در فی معنای بی را برای خودش قرض گرفتگی است. اینا میگن باب تقارض. باب تقارض. تنزه فی الزورقی. پس معنایش که به سیر و گشت برآمد با زورق، با قیق. ببین
تنزه فی الزورقی سیرگشت برآمد با کمکی با سببیه می شود معناش با سبب با کمکی زورق یعنی قیق. بعد از این میگوید قسمه. قسمه یعنی تقسیم کرد، حصه گذاری کرد. قسمه تقسیم کرد. این قسمه از 22 باب صرفی خونده امان از باب 8 هست. باب ثلاثی مزید است. قسم یقسم مصدرش می شود تقسیم و مثل فرح یفرح تفریح. پس از باب 8 است. قسم تقسیم کرد، یقسم تقسیم می کند، تقسیم تقسیم کردن مصدرش. بعد از این میگوید فیعتون. فیعتون یعنی گروه. فیعتون گروه. جمعش می شود فیعاتون. فیعاتون یعنی گروه ها. فیعاتون گروه ها. بعد از این میگوید حسبه. حسبه یعنی دوام دارد. برای همین نقطه گذاشته است. ترجمه حسبه را میتونه بگیم موافقی، حسبی. حسبی ترجمهش هم کنه می شود یا موافقی ترجمهش هم کنه می شود. باز در حوار که آمد باز معناش واضح تر می شود. بعد از این میگوید علی حدتین. علی حدتین ما و شما با میگیم علی حده یعنی جدا جدا. علی حدتین علی حده یعنی جدا جدا. بعد از این میگوید اشرافون. اشرافون یعنی سرپرستی یا نظارت. اشراف نظارت یا سرپرستی. اشراف این مصدر است از باب اشرف یشرف و اشراف، از باب 22 باب صرفی است. اکرم یکرم و اکرام از همین باب است. اشرف یشرف و اشراف. اشرف یعنی سرپرستی کرد یا نظارت کرد. یشرفو سرپرستی میکند، نظارت میکند. اشراف سرپرستی کردن یا نظارت کردن یا در زیر نظر گرفتن. بعد از این میگوید تحت اشرافی یعنی زیر نظارتی یا در زیر نظارتی. تحت در زیر، اشرافی نظارتی یا سرپرستی، در زیر سرپرستی یا در زیر نظارتی یعنی با دوام دارد. دوامش که بیاید بعد کلمه پره می شود، معناش واضح تر می شود. برای خاطر اینا تنوین نمانده است اشرافی، زیرا که مضاف است. بعد از این مضاف الیه باید بیاید تا اینکه کلمه پره شود. زیری سرپرستی اینجا کلمه پره نیست. اشرافی بعد از این یک مضاف الیه میاد، برای اشرافی را تنوین نداده است. بعد از این میگوید مدربون. مدربون یعنی مربی. مدرب مربی ورزشی رو میگن، یعنی استاد ورزش یا میگیم ترینر. جمعش میشود مدربون یعنی مربی های ورزش یا میتونیم بگیم ترینرها. مدربون ترینرها. بعد از این میگوید انتقل. انتقل یعنی که انتقال پیدا کرد، یعنی کوچید. انتقل به معنای کوچیدن میاد. انتقال پیدا یعنی جا را علیش کردن، از جای به جای دیگر رفتن. با تاجیکی ما شما میگیم کوچید، این از این محل به محل دیگر کوچید، کوچ بست. انتقل میشه بگیم کوچ بست. پس انتقل ینتقل و انتقالون از 22 باب صرفی از باب 11 است، زیرا که الف و تاش زیاتی است. اصل کلمه نقل است. نون و قاف و لام اصلی کلمه است. انتقل ینتقل و انتقالون به مثل اجتمع یجتمع اجتماعون از باب 11 و 22 باب صرفی است. ثلاثی مزید است. انتقل کوچید، ینتقل میکوچد، انتقالون کوچیدن. یا انتقل کوچ بست، ینتقل کوچ میبندد، انتقالون کوچ بستن. یک چیز دیگه اینجا ناگفته نماند. مدرب اینجا در اسم فاعل هست. مدرب اسم فاعل است. اصلی کلمش درب یدربو است. درب
سرپرستی، دربه یعنی که تربیت کرد یا ترینری کرد. فعلش اگر بیاریم میگیم دربه. فعل مضارعش یدربو، ترینری میکند یا تربیت میکند. اما اسم فاعلش میشود مدربون. این مدرب اسم فاعل هست. اسم مفعولش چی میشود؟ مدربون. مدربون یعنی تربیت شده. مثلا استاد میگه مدرب، اون شاگردش که در پیش اون مشق میکند او را میگه مدرب، یعنی تربیت شده. زیری تربیه استاد قرار گرفتگی آدم. خب انتقله را گفتیم با معنای کوچ بستن، کوچ بست. بعد از این میگوید حیون. حیون یعنی محله. حی محله را میگویند. یا میتونیم با کلمه رسول استفاده میبرند در میکررایان. میکررایان. حیون میکررایان. جمعش میشود احیاءون، یعنی محله ها یا میکررایان ها. بعد از این میگه مجاورون. مجاورون یعنی نزدیک. مجاور به معنای نزدیک می شود یا به معنای همسایه می شود. مجاور به معنای همسایه می شود. ما در علم نحو یک اعراب مجاوره داریم. مجاوره از همین کلمه مجاور گرفته شده است. مجاوره یعنی که حرکتی همسایه‌اش می بیند به خودش حرکت قبول می کند. مانند چی؟ مانند مثلا الحمد لله یا الحمدی لله. الحمد لله گفتن جایز است، حرکت مجاوره شد. یا الحمدی لله گفتن جایز است، حرکت مجاوره میگن. این را در علم نحو گراماتیک زبان عرب انشاءالله این را خواهیم خواند. حرکت مجاوره. انا اکنون مجاور یعنی همسایه. مجاور یعنی چی؟ یعنی همسایه. یا میشه بگیم نزدیک. مجاور یعنی نزدیک. مجاور این همچنین اسم فاعل هست. اما از کدام باب است؟ فعل ماضیش چی است؟ فعل ماضیش جاوره هست. جاوره یجاورو مجاورتن. جاوره فعل ماضی یعنی نزدیک شد یا همسایه شد. یجاورو نزدیک می شود، همسایه می شود. مجاورتن مصدرش است، همسایه شدن، نزدیک شدن. پس مجاورون اسم فاعل هست. جاور از کنون از کدام باب است؟ از 22 باب صرفی از باب نهم هست. از باب قاتل یقاتل مقاتلتن. جاور یجاور مجاورتن. پس این از باب چی است؟ از باب نهم، از باب ثلاثی مزید هست. بعد از این میگوید ما لا یقل عن. ما لا یقل عن یعنی نه کمتر از. ایده یه جای ترجمه میکنیم نه کمتر از. ما لا یقل عن نه کمتر از یعنی گپ دوام دارد، دوامش باشد اگر بعد گپ کامل تر میشود. اما همین قدر تا اینجا را ترجمه میکنیم ما لا یقل عن نه کمتر از. پس این هست کلمه های نوی درس 77. با همین کلمه های نوی درس 77 با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 77. صاحب کتاب میگوید سمعنا یوم العید فی الساحة هتافات لابناء المسلمین. میگد شنیدیم ما روز عید در میدان صداهای بلند فرزندان مسلمان ها را. دقت دادید؟ لامه ترجمه نمی کنیم. شنیدیم ما روز عید در میدان صداهای بلند فرزندان مسلمان ها را. سمعنا شنیدیم ما یوم العید در روز عید، فی ساحتی در میدان، هتافات غوغا آوازهای بلند، صداهای بلندی، لابناء المسلمین فرزندان مسلمان ها را. خب اون آوازهای بلند چی بود؟ چی میگفتن؟ میگفتن که عاش الاسلام، عاش المسلمون، قامت دولت المسلمین،
لتسقط دولت الکفاری، میگوید که فریاد میکردن که عاش الاسلام، با صدای بلند میگفتن زنده باد اسلام، عاش الاسلام، زنده باد اسلام، عاش المسلمون، زنده باد مسلمان ها، قامت دولت المسلمین، پاینده باد دولت مسلمان ها، لتسقط دولت الکفاری، باید سقوط بکند دولت کافرها، باید نابود شود دولت کافرها، باید سقوط بکند، بافتد از قدرت و از توانایی دولت کافرها. عاش الاسلام، عاش المسلمون، قامت دولت المسلمین، لتسقط دولت الکفاری، زنده باد اسلام، زنده باد مسلمان ها، پاینده باد دولت مسلمان ها، باید سقوط بکند دولت کافرها. بعد از این میگوید و بعضهم یحمل فی یدیه لافتات مکتوب علیها لیسقط الاستعمار، لتسقط الامبریالیت، لتسقط كل الأنظمة غير الإسلامية وعلى رأسها الشيوعية الملعونة. اکنون میگوید که و بعضهم، یعنی بعض همون فرزندان مسلمان ها، یحمل فی یدیه، می برداشت در دستانش، اینجا در می برداشت بدستانش، یا که می برداشت، یحمل خودش می برداشت، برداشتن خودش بچه است با دست است. فی یدیه، این صاحب کتاب غیر عرب که هست فی یدیه را اکنون علاوه کرده است، اما خودش کلمه یحمل می برداشت، بچه می برداشت با دستش می برداشت، کفایه می کرد. یحمل لافتاتین می گفت بهتر و خوبتر بود، اما فی یدیه در دستانش، می برداشت با دستانش. لافتاتین، لافتاتین یعنی پلکت های را، مکتوب علیها، نوشته شدگی بود بالای همون پلکت ها. در بالای پلکت ها چی نوشتگی بود؟ لیسقط الاستعمار، باید سقوط بکند استعمار، یعنی که با مستملکه گرفتن باید، یا تجاوز دولت های قدرتمند، دولت های ضعیف و دولت های بیچاره را باید سقوط بکند، استعمار باید سقوط بکند. لتسقط الامبریالیت، باید سقوط بکند امپریالیزم، امپریالیزم همچنین باید سقوط بکند. لتسقط كل الانظمه، باید سقوط بکند تمام نظام ها، تمام سیستم ها، غیر الاسلامیت، غیر سیستم اسلامی، یعنی سیستم اسلامی سقوط نکند، غیر سیستم اسلامی تمام نظام ها و سیستم ها سقوط بکند، نابود شود. و علی رأسها، و علی رأسها مخصوصا الشیوعیت الملعونت، بدینی ملعونی یا کمونیستی لعنتی، مخصوصا کمونیستی لعنتی باید سقوط بکند. پس در جای الشیوعیت الملعونه میتونیم بگیم که الدموکراسیت الملعونه، مخصوصا نابود شود دموکراتی ملعونه، دموکراتی لعنتی باید نابود شود. خب الشیوعیت یعنی بدینی، کمونیستی، همین خیلی دموکراسی هم به مثل همین هست. خب میگه که و بعضهم یحمل فی یدیه لافتات مکتوب علیها لیسقط الاستعمار، لتسقط الامبریالیت، لتسقط كل الانظمه غیر الاسلامیه و علی رأسها الشیوعیه الملعونه. یعنی و بعض فرزندان مسلمان ها می برداشتن به دستهایشان پلاکت هایی که نوشته شده بود بر همون پلاکت ها لیسقط الاستعمار، باید سقوط بکند استعمار، باید سقوط بکند امپریالیزم، باید سقوط بکند تمام نظام های غیر اسلامی و مخصوصا شیوعیه ملعونه، مخصوصا کمونیستای ملعون، کمونیستای لعنتی. اکنون اینجا و بعضهم یحمل فی یدیه لافتاتین، لافتاتین مفعول به یحملو است، منصوب و علامت نصبه
علامت نصبه الفتحة المقدره، معذرت میخوام، و علامت نصبه الکسره نیابتا عن الفتحه، جزایی که جمع مؤنث سالم هست. اما مکتوبین لافتات، مکتوبین غلط است، مکتوبن علیها باید باشد. یحمل فی یدیه لافتات، پلاکت های را مکتوبین نه و مکتوبن هست اینجا، مکتوبن. چرا؟ زیرا اینکه اینجا مکتوبن این صفت لافتات است، صفت لافتات است. لافتات مفعول به در محل نصب است، پس مکتوبن باید منصوب باشد زیرا که صفت است. لافتاتی که نوشته شده است بالای همون لافتات. مکتوبن انا اکنون از دیدگاه اعراب درست شد. لیسقط الاستعمار لتسقط الامبریالیت، این الاستعمار و الامبریالیت فاعل یسقطو تسقطو است. لتسقط کلو فاعل تسقط، الانظمه مضاف الیه غیر الاسلامیتی، این صفت برای انظمه میتونیم بگیریمش، یعنی هر نظامی که غیر اسلامی است همون نظام، این صفت است برای انظمه. و علی رأسها الشیوعیت، و علی رأسها جار و مجرور خبر مقدم، الشیوعیت مبتدای مؤخر، الملعونت صفت الشیوعیت. این هست اعراب این جمله. پس میگذاریم با عباره های بعدیش. میگوید که نظرا لانه لیس لدی وقت للانتظار، میگه نظرا زیرا اینکه یا بسبب یا از نگاهی، لانه باز زیرا اینکه میشود، بعدم خاطر بهتر میشه بگیم که از نگاهی که از نگاه زیرا اینکه، لانه زیرا اینکه این هو ضمیر شأنش میگم به یگان جا بر نمیگردد، این ضمیر شأن دارد یعنی جای بازگشت ندارد. نظرا لانه، پس میگیم زیرا اینکه لیس لدی وقت للانتظاری، یعنی ندارم من، لدی وقت نزد من وقت برای انتظار، لیس نیست یا نیست نزد من وقت للانتظاری برای انتظار شدن، برای منتظر ماندن وقت نیست. نظرا در اعرابش منصوب است. چرا؟ زیرا اینکه مفعول به، مفعول مطلق برای فعل محذوف است، یعنی نظرت نظرا، نظرا مفعول مطلق برای فعل محذوف است. لانه لیس لدی وقت للانتظار، زیرا اینکه این هو را گفتیم ضمیر شأن است، جای بازگشت ندارد. هر ضمیر را ما میدونیم که ما قبل چیزی است که به او برمیگردد، اما اینجا این ضمیر جای بازگشت ندارد، از اون حسابی را نامش ضمیر شأن است. ضمیر شأن جای بازگشت ندارد. پس میتونیم این ترجمه کنیم ضمیر شأن رو که زیرا اینکه شأن همین است، زیرا اینکه حالت همین است، ندارم من وقت برای انتظار. این هو را میتونیم شأن همین است، حالت همین است ترجمه کنیم اگر میشه، لیکن خودش اصلا ضمیر شأن است، این جای بازگشت ندارد. بعد از این میگوید اترک هذا الامر الیک لتقوم انت به بدلا منی. میگه اترک هذا الامر، و میگذارم این کار را الیک برای تو، ترک میکنم یا میگذارم این کار را برای تو، لتقوم انت به بدلا منی، تا اینکه انجام بدهی، تقوم در جواب انجام دادن، تا اینکه انجام بدهی تو بهی، یعنی همون کار را. ببین اینجا این بهی یا ضمیر شأن نیست، این جای بازگشت داره، این امر است. تا اینکه تو انجام بدهی همون کار را، بدلا منی بجای من، بدلا منی از جای من یا بجای من. اترک هذا الامر الیک، و میگذارم این کار را، این پیش آمد را برای تو، لتقوم انت به بدلا منی، تا اینکه انجام بدهی تو همون کار را بدلا منی بجای من. این بهی دکی است، این با برای تعدیه است، تقومو فعل لازم است. این بهی اینها را ما مفعول بهی ترجمهش میکنیم. ببین میگیم که لتقوم انت به، تا اینکه انجام بدهی تو همان کار را مفعول بهی همان کار را، بدلا منی بجای من. بعد از این میگوید یا بنتی ضعی طنجرة علی الموقد
واطبخی عصیدة باللبن لغدائنا فسنخرج بعد تناول الغداء للتنزه في الزورقی. میگه یا بنتی، ای دخترم، ضعی طنجرة علی الموقد، ضعی یعنی بمون، بگذار، طنجرة دیگ رو، دیگ میده یا دیگ میسی رو، علی الموقدی بر بالای گز یا بر بالای پلته، بر بالای پچکه، موقد جایی که در اونجا آتش گریان کرده می شود، یا دیگ دانچه بگیم یا پلته یا پچکه. واطبخی و بپز، دخترش میگه این یا فاعل اطبخ است. واطبخی یعنی تو زن بپز، عصیدتن باللبن یعنی شیرکدو بپز، لغدائنا برای خوردنی صبحانه امان. فسنخرج بعد تناول الغداء پس بزودی برمی برویم بعد خوردن، تناول یعنی خوردن، بعد خوردن صبحانه لتنزه فی الزورقی برای تماشا کردنی یا برای سیر و گشت کردنی در با زورق، با قایق، برای تماشا کردنی با قایق، یعنی با قایق تماشا می برویم بعد خوردن. میگه یا بنتی ضعی طنجرة علی الموقد واطبخی عصیدة باللبن لغدائنا فسنخرج بعد تناول الغداء للتنزه فی الزورقی. ای دخترم بگذار پلترا، بگذار طنجره را یعنی که دیگ میسی را، علی الموقدی بالای گز، و بپز شیرکدو را، بپز شیرکدو را برای خوردن صبحانه. پس بزودی برمی برویم، بزودی برمی فسنخرجو پس بزودی می برویم بعد تناول صبحانه برای سیر و گشت با زورق، با قایق. بعدش میگوید فی الشتاء نقسم التلاميذ الى عدة فئات حسب اعمارهم ثم تذهب كل فئة على حدة الى ساحة التزلج تحت اشراف مدرب. میگوید که فی الشتاء یعنی در زمستان، نقسم التلاميذ تقسیم میکنیم شاگردها را، استودنت ها را، الى عدت فئات به چند گروه، عدت چند، به چند گروه، حسب اعمارهم موافق به سن و سالهایشان، اعمار جمع عمر، عمر یعنی سن و سال، موافق به سن و سالهایشان. ثم تذهب كل فئة على حدة پس می رود همه گروه، کل فئة همه گروه، على حده یا جدا جدا، الى ساحة تزلج بسوی میدان لیژرانی، بسوی میدان لیژه کنی، تحت اشراف مدربین زیر سرپرستی ترینر، زیر نظارت مربی. دقت دادید؟ اشراف مدربین، بعد اشراف مدرب آمد، اکنون جمله پر شد تحت اشراف مدربین. مدربین مضاف الیه است، اشراف مضاف است، تنوین رو قبول نمی کند. فی الشتاء نقسم التلاميذ الى عدة فئات حسب اعمارهم ثم تذهب كل فئة على حدة الى ساحة التزلج تحت اشراف مدربین. در زمستان تقسیم میکنیم شاگردها را به چند گروه موافق سالهایشان، موافق عمرهایشان. بعد می رود همه گروه جدا جدا به میدان لیژرانی زیر نظارت ترینر، زیر نظارت مربی. بعد از این میگوید هو انتقل الى شقة اخرى حصل عليها منذ وقت قریب فی الحی المجاوری. میگوید هو انتقل، وی کوچید، وی کوچ بست، الى شقة اخرى به خانه دیگر، به کوارتیر دیگر. حصل علیها، حصل علیها
یعنی به دست آورده بود همون شقه را، به دست آورد شقه را. حصل علیها، این علا حرف جاره برای متعدی کردن حصله هست، از این حساب علا را ترجمه نمیکنه، میگیم حصل علیها، به دست آورد خانه را، شقه را، کامنته را. حصل علیها، به دست آورد کامنته را. منذ وقت قریب، به نزدیکی، منذ وقت قریب یعنی به نزدیکی، فی الحی المجاوری، در محله همسایه یا در محله نزدیک، در محله نزدیک. هو انتقل الى شقه اخرى، اخرى صفت شقه است، شقه مؤنث که است، اخرى را مؤنث آورد، صفت شقه است. حصل علیها، حصل فعل ماضی لازم است، با علا حرف جار قطعی متعدی کردیمش، این هایی که بعد علا هست این مفعول بهی حصل شد، این فعل لازم متعدی شد با صاحب علا، با صاحب حرف جاره. منذ وقت قریب فی الحی المجاوری، مجاوری صفت حی هست، مجاور مشتق است، گفتم اسم فاعل هست. هو انتقل الى شقه اخرى حصل علیها منذ وقت قریب فی الحی المجاوری، وی کوچ بست به کامنته دیگر یا به کوارتیر دیگر، به خانه دیگر، به دست آورد همان خانه را به نزدیکی در محله همسایه یا در محله نزدیک. بعد از این میگوید انتظرتك اليوم ما لا يقل عن ساعتين وانتظرتك امس ما لا يقل عن ساعة لماذا تتأخر عن میعادك هكذا دائما. میگوید که انتظرتك اليوم یعنی انتظار شدم تو را امروز، انتظرتك انتظار شدم من تو را، الیوم امروز، انتظرتك اليوم انتظار شدم من تو را امروز، ما لا یقل عن ساعتین، نه کمتر از 2 ساعت. ببینید ما لا یقل عن ساعتین کلمه پر شد، نه کمتر از 2 ساعت، نه کمتر از 2 ساعت. و انتظرتك امسی و انتظار شدم تو را دیروز، ما لا یقل عن ساعتین، نه کمتر از 1 ساعت، ما لا یقل عن ساعتین نه کمتر از 1 ساعت. لماذا تتأخروا عن میعادك هكذا دائما، لماذا چرا، برای چی، تتأخروا دیر میکنی، عن میعادك از وقت وعده، میعاد یعنی وقت وعده، زمان وعده، از زمان وعده کردت، میعادک از زمان وعده کردگیت، هكذا دائما اینطور همیشه، هكذا همینطور، دائما یعنی همیشه، دائمی. میگوید انتظرتك اليوم ما لا يقل عن ساعتين وانتظرتك امسی ما لا يقل عن ساعة لماذا تتأخر عن میعادك هكذا دائما. انتظار شدم تو را امروز نه کمتر از 2 ساعت و انتظار شدم تو را دیروز نه کمتر از 1 ساعت، چرا دیر میکنی از وقت وعده دادت اینطور همیشه. پس این هست حوار و گفتگوی درس 77. با همین حوار و گفتگوی درس 77 به پایان رسید و در اینجا همچنین درس 77 را به پایان میرسونیم تا درس آینده، تا درس 78. یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.